میخوای یه دونه دیگه ضرب المثل بگم یا نه؟ نه نداره. ماست و آب و نمک با هم که قاطی میشه چی میشه؟ چی؟ آب قرقره. ماست و آب و نمک قاطی میشه آب قرقره میشه؟ آب میشه چی؟ کره؟ به من یه دقیقه از فکرمون استفاده کن. کشک برای چی باید بشه؟ ماست من میریزم با آب قاطی میکنم و یه ذرم نمک میریزم، خب سفید میشه. چی میشه؟ ماست، آب، نمک. یه موقع هایی هم توش نعنا هم میریزیم. آش. یه ذره فکر کنید خیلی چیز آسونیه ها. اصلا چیزی نیست که من اولش رو بگم. آفرین. دوغ دیگه، مگه دوغ از ماست و آب و نمک درست نمیشه؟